شاید خیلی یادشون نیاد، ولی در فوتبال ایران یک باشگاه فوتبال وجود داشت به اسم ابومسلم خراسان که مقامات و مسئولین کشور این باشگاه رو منحل کردند. اما چرا؟ شاید عجیب باشه، ولی به خاطر اسم باشگاه. نام این باشگاه به نام سردار ایرانی و رهبر جنبش سیاه جامگان بهزادان پورونداد هرمزد ملقب به ابومسلم خراسانی نامگذاری شده بود. ابومسلم یک ایران دوست و یک عرب ستیز واقعی بود که حکومت بنی امیه رو منقرض کرد و همیشه اظهار می کرد که هیچ عربی برای من مقدس نیست و فقط ایران برایم اهمیت دارد. متاسفانه سال 1395 باشگاه ابومسلم متلاشی و منحل شد، چون که مسئولین کشور این سردار ایرانی رو دشمن اهل بیت می دونستن. اما خب چیزی که در قلب ایرانیان است هرگز فراموش نخواهد شد. لطفاً با اشتراک گذاری و لایک کردن این پست به دیده شدنش کمک کنید.